در ولایت سوخت با ابتکار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند و دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام محمد آسیمی کنفرانسی علمی نظری دایر گردید. آن تحت عنوان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تکیهگاهی با اعتمادی پیشوای ملت در تحکیم وحدت ملی گذرانده شد. چهره‌بینی در تالار مهمانخانه سوختیان با جلب فعالان حزب و استادان دانشکده دایر گردید. اکثریت مخصوصا نسل کلانسال خوب در خاطر دارند که ابتدای سالهای صاحب استقلالی کشورمان با چه رویدادهای نامطلوب روبرو گردیده. متاسفانه تلفات زیاد هم دیدند. خوشبختانه خیلی از این ملت ما تحت رهبری معمار صلح تاجیکان محترم امامعلی رحمان بالا گرفت و در سرتاسر وطن سرور و شادمانی ترین انداز گردید و ما بعد 1100 سال دولت ابرقدرت تاجیکان سامانیان صاحب دولت ملی خود گردیدیم. محض امضای سازشنامه مذکور و آشتی ملی بود که جنگ مدهش شهروندی را پس سر نموده. بار دیگر به جهانیان ثابت نمودیم که تاجیکان به دسیسه اشخاص بدکینه و بدغرض داده نمی‌شود و اگر لازم آید وطن را از هر گونه بدخواه دشمنان با تن و جان محافظت می‌نماید. در مد اول بودن غایه صلح که با وجود دشواری‌های بزرگ آن را با موفقیت عملی گردانیدن سرور دولت با کمال باوری غایه نجات ملت تاجیک می‌شماریم. پیشوا تاجیکان جهان محترم جناب عالی برحق اظهار داشتند که وحدت رمز واقعی و جوهر فلسفی صلح آفرین، فرهنگ سالاری و تحمل پذیری ملت تاجیک و تجسمگر اتحاد و همبستگی تمام مردم تاجیکستان میباشد. موضوع اساسی کنفرانسی علمی نظری این وحدت ملی می باشد. روز وحدت ملی یکی از جشن‌های رسمی در جمهوری تاجیکستان است که هر سال 27 ایون برگزار می شود. 27 ایون سال 1997 پس از 8 دوره گفتگوشنی در سال 1994 تا سال 1997 میان حکومت جمهوری و مخالفین در شهر مسکو، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رهبر اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را امضا کردند. سازشنامه عمومی سند نجات ملت کشور و دولت ما بوده. نتیجه مذاکرات قریب 4 ساله بین تاجیکان، ملاقات و مشورت‌های راهبران دولت و اتحاد نیروهای مخالفین، زحمت هیئت‌های مذاکره کننده، کوشش کشورهای ناظر و مساعدت سازمان‌های بین‌المللی میباشد. واقعا وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملتی در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک و از واقع نیستی روا باعث شدن دولت نوین تاجیکان تحت رهبری پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان نقش مؤثر دارد. سنه به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی که در تجربه جهانی بی‌نظیر اعتراف گردیده است، یعنی 27 ایون سال 1997 برای ساکنان کشور ما آغاز مرحله نو همدیگر فهمی و سرجمعی، امید بخشیدن و آینده درخشان و فراهم آوردن شرایط برای زندگی آرام و آسایشته بوده، همچون نجات بخش ملت در تاریخ نوین دولتداری ملیمان با حرف‌های زرین ثبت گردیده است. و ما و شما خوب در خاطر داریم آن لحظه هایی که از سازشنامه به امضا رسانیده محترم پیشوای معظم ملت از شهر مسکو و وطن عزیزمان برگشتم و با یک شکوه و شهامتی خاصه همه ملت سرجم بود و استقبال پیشوای محبوب خود برآمده بود و این لحظه ها واقعا هم لحظه های تاریخی برای ملت ما محسوب می‌یابد. در سالهای جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان بیش از 100,000 کس کشته شدند و تخمینا 1 میلیون کس گریزه و مهاجری اجباری شد. خسارات اقتصادی این جنگ در جمهوری تاجیکستان بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی برآورده شده است. امضای سازشنامه عمومی استقراری صلح و رضایت ملی در تاجیکستان کشور را از نابودی و مردم را از پراکنده شوی نگاه داشت. برای به دست آوردن صلح سهم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نظررس بود که گریزه ها دوباره به وطن برگردانیدند و صلح را در کشور پایدار نمودند. وحدت یکی از میوه های استقلالیت به شمار می رود که خیلی که جناب عالی گفتند اگر گندم را در یک سال خورده توانیم ما این وحدت را در تمام عمر خود باید
اید کنیم، جشن گیریم و صاحب وحدت بودن خود را حس کرده توانیم که ما در چنین یک دولت صلح آفرین، وحدت آرا، در دولتی که ملتش، خلقش با دل و جان برای آبادی آن کوشش میکنند زندگی دارم. وحدت پاینده با تاجیکستانی عزیزم. بنابر قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 27 ایون همچون روز وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان به عید رسمی دولتی تبدیل یافته است و هر سال جشن گرفته می شود. به مناسبت روز عید با تشبث مقامات دولتی، تشکیلات‌های جمعیتی و جزء اتام‌های نظامی، چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی دایر می شود. 27 ایون طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید روز استراحت مقرر شده است. روز وحدت ملی یکی از جشن‌های بزرگ ملی محسوب یافته همه ساله در سراسر کشور محبوبمان با شکوه شهامتی خاص تجلیل می گردد. گزارش مولود شکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.